چه مرگته رفیق؟ ها؟ چه مرگته؟ فکر کردی تو تنها آدم روی کره زمینی که یه داستان غم انگیز داشته؟ منتظری بهت مدال افتخار بدبخت‌ترین آدم روی زمین رو بدن؟ ببین ما تو فرهنگی زندگی میکنیم که صبح تا شب از این حرف میزنیم که نرسیدم، به خاطر این نرسیدم، به خاطر اون، به خاطر ضربه هایی که خوردم نرسیدم. ما هممون ضربه خوردیم. میخوای بشینی تا آخر عمرت راجع به این سختی هایی که تو زندگیت داشتی حرف بزنی؟ من یه لیست بلند بالاشو دارم، پس نق نزن، دهنتو ببند، فقط برو جلو. تمام تمرکزتو، انرژیتو گذاشتی رو چیزی که نمیتونی تغییرش بدی. این چه کمکی بهت میکنه؟ چه کمکی به آیندت میکنه؟ واقعیت اینه تمام سختی هایی که ما داشتیم به ما یک فکر و یک دیدگاهی میده که واسه آیندمون اتفاقا بهش احتیاج داریم که اون چیزی بشیم که میخواییم بشیم. ببین اگر خودت رو قربانی ببینی باختی.